هر قدر وقت بگذارید دیگران را خراب کنید، همه قدر وقت برای خودتان دارید که خودتان را بسازید. السلام علیکم خواهران عزیزم، انشالله همتان جور و صحتمند باشین بدون مشکل و دور از گزند روزگار. دوستان عزیزم، امروز مطلب مایی است که ما درباره از این می‌زنیم که چرا خانم با وجودی که میفهمه که یک مرد متأهل است اما باز هم میخواد که همراهش رابطه برقرار کنه، و چرا یک خانم دیگر درک نمیکنه که آیا اگر سرما میگپه، آیا اگر سرما میکار شود چی خواهد شد، و به خاطر از اینکه خودش این احساس نمیکنه و بسیار خودخواه میشه، میخواد که زندگی یک خانم دیگری تباه بسازه و یا برباد بسازه. و یا او خانم چرا اول از خود این پرسان نمیکنه که امین مردی که تو وارد رابطه هستی امرایش، امین مردی که فعلا بر تو وعده های دروغین داده، امین مردی که فعلا بر تو بسیار زیاد عزیز است، چرا ایره در ذهنت نمیری که اگر این مرد یک مرد واقعی می بود، آیا خانمی که در خانهش زندگی میکنه، خانمی که به نامش است، خانمی که برش اولاد آورده، خانمی که یعنی گپ‌های تا بالا یا هر مشکلاتی که در فامیلش بوده و را گذشتانده و تا به حال همراهش زندگی کرده و همراهش عروسی کرده، او که بر از او وفا نکرد، برای مثلا اولادای خود وفا نکرد، آیا بر تو یک خانمی که بیگانه استی وفا میکنه؟ هرگز نه، هیچ وقت هم برای تو وفا نمیکنه. و او همیشه چی میکنه؟ میخواد که رابطه را پنهان نگه داره. مرد همیشه میخواد که رابطه را پنهان نگه داره که هیچ کس نفهمه. این به خاطر از این نیست که خانمش نفهمه، این به خاطر از این نیست که خانمش خبر نشه و یا کسای دیگه خبر نشه. این به خاطر از این است که به تو ارزش نداره خواهر عزیزم، به تو ارزش قائل نیست. به خاطر از این رابطه را میخواد مخفی نگاه کنه، به خاطر از اینکه هیچ کس درباره از این نفهمه و تو همیشه پنهان باشی و او تا بتونه از تو استفاده کنه و بس، دیگه هیچ چیزی نه. امی است. و این مرده که خانم داره از تو هیچ چیز نمیخواه خواهر عزیزم، صرف خوشگذرانی میخواه، صرف میخواه وقت خود بگذرانه، صرف میخواه که از تو استفاده کنه و ای که کی مشکل میبینه، کی ضرر میبینه، یه باید خودت درک کنی که کی ضرر میبینه. آیا مرد ضرر میکنه؟ نخیر، خانمش لجایش است، اولادش لجایش است، فامیلش لجایش است، عزت شخصیتش لجایش است، اما ضرر کی میبینه؟ خودت میبینی با احساسات، با عواطف، با اینکه تو دل بسته میکنی، با اینکه تو چقدر مشکلات مگذرانی، با اینکه تو مثلا بر تو وعده های دروغ میته و تو رو چی میکنه؟ تو رو بازی میده. اولی که از خانم خودش بدگویی میکنه، خانم خودش یک خانم خوب نیست، خانم بسیار زیاد بیکاره است و یا خانم برش نمیرسه و یا هر چیزی که است اقسم یک گپ برد و میخواه که ایره برد بگویه که خانم ما بد است یا ما زندگی بسیار زیاد خراب است و یا که روی خوبم برای من نمیکنه و یا که مشکل داره و یا که پاکخور نیست و یا که خانه مسایی جمع نمیکنه یا که اولادای مسایی تربیه نمیکنه یا که مثلا مادر میره به زور برم گرفته، پدر میره به زور گرفته، به خاطر از اون من خوش نیستم، به خاطر از اون من نمیخوایم و بعدش خود بر خودت بیگناه نشان میده. یعنی من بسیار زیاد یک بیگناه هستم، زجر دیده هستم تا امودل رحم تو که یک خانم هستی برش بسازه و تو فکر کنی که واقعا خیلی بسیار زیاد انسان زجر دیده است، بسیار زیاد انسان زجر کشیده است، بیا همراهی مثلا کمک کنم، همکاری کنم، چون خانم خودش قسمت در حالی که هیچ چیزی نیست. خانم خودش بسیار زیاد خانم خوب است، اولادایشان بسیار زیاد خوب نگاه میکنه و تا به حال اگر خانم خوب نبوده چرا اولاد آورده از او؟ نمیخواست باید که اولاد میاد و قدر وقت خانه زندگی کرده، خانمش بسیار زیاد خانم خوب است، اما هیچ چیز پای تو را میلخشنه خواهرم، پای تو را میلخشنه و تو را بازی میده و بعدش قلب خودت به دست میاره و به همراه احساساتت بازی میکنه. وقتی که دل تو برش سوخت تو دیگه همراه تو مهربان میشی و او هر چی که بخواه، هر گپی که بزنه، تو به خاطر دلسوزی، به خاطر اینکه دلت رحم است یا خانم هستی از او استفاده میکنه. و بعدش چی میکنم؟ بعدش وعده های دروغی برات میده و برات میگه که ما همراه عروسی میکنم، ما خانم خود رها میکنم، ما اولادای خود رها میکنم و ما همراه تو عروسی میکنم و این عروسی را برات بار گفته میره و تو را امیدوار میسازه، تو هزار خیال در ذهنت میبافی، هزار چیزها در فکرت میگرده. بله من اقسم عروسی خود کردم، راش قسم زندگی خود کردم، قسم اما در اصل خبر نداری که همش یک پلان است، همش یک چیز هست که پای تو را میلخشانه، همش یک چیز است که با احساسات تو بازی میکنه و در حین حال هوشیار است، رابطه خود از همه پنهان میکنه، از همه مردم پنهان میکنه و به خاطر از اینکه میگه آل وقتش نیست، باز ما با وقتش همراه کلگی گپ میزنیم تا وقت از اینکه از خودت سیر شوه، باز از پلان های دیگه بگیره و اینجا است که خانم دیگه کاملا
وابسته شده. خانم بیچاره که از هیچ چیز خبر نداره، از پلانگذاری، از هیچ چیز، او کاملا وابسته شده و با چی که تمام زندگی خود با پای مرد گذاشته و مرد هم همراه احساساتش بازی میکنه و اصلا بهش مهم نیست که خانم چی احساس داره. او صرف میخواد که یعنی هر هدفی که در ذهنش است او را برآورده بسازه. بله خانم عزیز، این همیشه یادت باشه که گپ اصلی خودت یک گزینه هستی. هیچ وقت خودت نمیتونی که یعنی یک انتخاب باشی. انتخاب فامیلش است، انتخاب اولادایش است، انتخاب خانمش است. هیچ ضرر کی کرد؟ ضرر خودت کردی. خودت به زمین خوردی، احساساتت از بین رفت، خود یعنی بسیار ارزان ساختی، خودت بسیار زیاد افتاده ساختی و اینجا است دیگه که رابطه آخر میرسه و برات میگه که نخیر می کار کردن نمیتونم، ما در مشکل هستم و باز هم در اینجا هزار گپ دیگه میکشه که حالا خانم از من جدا میشه و یا که مردم مرا بد میگه یا که پدرم مراق میکنه یا که مادرم مراق میکنه یا هر چیزی که است، بهانه های قسم بر خودت میاره و بر خودت میگه که من امروز خودت دیگه گپ زدن نمیتونم و امروز خودت دیگه رابطه ندارم، خداحافظ، من رفتم. و همینجا است که خانم بیچاره از درد و از رنج میمیره، با زحمت میشه، هزار درد و رنج را میکشه و یک خانم بیچاره که در خانه است و خانم خودش که خبر میشه از او چقدر مشکلات میبینه، او چقدر دردها را میکشه، او چقدر زجرها را میکشه، چی روزهای را میبینه که این به حد به اندازه بر هر دو خانم دشوار است. و هر دو خانم چی کرده؟ هر دو خانم دشمن یکی دیگه هستند، در حالی که هر دوشان خانم هستند، در حالی که هر دوشان باید همراه یکی دیگه هم دردی کنند، در حالی که باید وقتی که مثلا امی خانم دختر خانم و یا خانم خبر میشه که مرد متأهل است، امرایش رابطه داره و این یک اشتباه بسیار زیاد بزرگ را مرتکب شده. اصلا نباید این کار کنین. خواهرای عزیزم، خواهرای نازم، هر وقتی که دیدین چی مرد باشه چی زن، تنها زن یا مرد نیست. امکان داره برادرای عزیز ما گاه قسم شود که با کنم خانم متأهل وارد رابطه شوند و یا که رابطهشان پیش بره، اما باز هم خانم شوهر خود انتخاب میکنه. خانم نمیتونه که مثلا مرد بیگانه انتخاب کنه. صرف گپ در اینجا است که امر احساسات شما دو تا بازی شده و شما دو تا هستین که به زمین خوردین، شما دو تا هستین که رفتین به فنا. هیچگاه با مرد متأهل و یا خانم متأهل وارد رابطه نشین دوستان. این بسیار زیاد یک چالش بزرگ است. این با احساسات خودتان، با زندگی خودتان، با شخصیت خودتان بازی کردین. و اینجا خانم عزیزم که دو خانم دشمن هم دیگر شده یا ناخودآگاه بدون از اینکه بیچاره ها یکیشان به دیگه‌شان ضرر رسانده باشند، باز هم دشمن یکی دیگه هستند. خواهر عزیزم همتان در پناه اسمت الله باشین. ان شاء الله که موضوع امروزی مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ان شاء الله موضوعای بعدی هم داریم، بسیار موضوعای جالب داریم. ما رو تنها نگذارین. لایک، سابسکرایب، شیر یادتان نره. وقت همه خواهرانم بخیر.